سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. من ابوالفضل رادمنش هستم و در این ویدیو میخوایم با هم آموزش ببینیم که ما در قسمت‌های قبلی در سرفصل دور زدن محدودیت‌های اندروید استودیو گفتیم یکی از روش‌هایی که میتونیم باهاش بیایم و محدودیت‌های اندروید استودیو رو دور بزنیم استفاده از VPN های سمت موبایل، که حالا اون VPN های سمت موبایل رو در سیستم عامل اندرویدی در نظر میگیریم. گفتیم یکی از روش ها استفاده از فیلتر شکن های موبایلی. یک برنامه معرفی کردیم به نام Every Proxy. مشکلی که Every Proxy داشت چی بود؟ این بود که یک Every Proxy روی بعضی از دستگاه ها جواب نمیداد و مشکل دیگه این بود که هر جایی که میخواست اجرا بشه نیازمند یک کلاینت بود. برای مثال وقتی در کل سیستم میخواست استفاده بشه نیازمند برنامه‌ای به نام نیکوری بودیم. وقتی میخواستیم در خود اندروید استودیو اجراش کنیم نیازمند فعالسازی روند HTTP پروکسی بودیم و وقتی میخواستیم فقط روی مرورگر ست کنیم نیازمند افزونه‌ای به نام پروکسی هلپر بودیم. در روش جدیدی که میخوام بهتون معرفی کنم ما دیگه این مسائل و مشکلات رو نداریم. به صورت کلی به این شکله: یک کلاینت سمت اندروید قرار میگیره و یک کلاینت سمت ویندوز. منظور از کلاینت برنامه است، اون نسخه از برنامه، یعنی یک نسخه برنامه در سمت ویندوز، یک نسخه در سمت اندروید. دقت داشته باشید، من برای اینکه بتونم ضبط خوب و واقعی داشته باشم از موبایل اندرویدی واقعی دارم استفاده میکنم و با استفاده از ریموت کنترل دارم این کار رو انجام میدم و از اونجایی که این برنامه داره از USB دیباگینگ استفاده میکنه و ریموت کنترل منم از USB دیباگینگ استفاده میکنه ممکنه من جاهایی نیاز داشته باشم برای اعمال روند فعالیتیم کات بزنم ویدیو رو، اما این کات از بهتره بگیم برش بزنم، اما این برش از روند اجرایی یا راهنمای ویدیو چیزی کم نمیکنه. صرفا این تغییره که من باید ریموت کنترلم رو تغییر بدم. شما توی دستگاه اندروید واقعی دیگه این قضیه رو ندارید دیگه. من صرفا برای اینکه بتونم سمت ویندوز داخل ضبط ویدیو به شما نمایش بدم این قضیه رو دارم. خواستم خدمتتون عرض کنم که اگر دیدید جاهای کات خورده نگران نباشین که خب الان چی شد، چه اتفاقی افتاد. برای شروع من وارد این سایت میشم. هجی این سایت به این صورته که pdanet.co اینستال. این دامنه اصلی بود و اینستالش میشه گفت قسمت مربوط به نصب بود. هجیش براتون کردم که حالا ممکنه توی تلفظهای مختلف اشتباه نکنید. وقتی وارد این سایت بشید در اولین قدم به شما میگه که این نسخه برای اندروید 11 هم اوکیه. خب خیلی هم عالی و 4 قسمت براتون قرار میده. نسخه اندرویدی مورد استفاده در پلی استور، نسخه اندرویدی قابل دانلود به صورت مستقیم، نسخه دانلود کلاینت ویندوزی دانلود به صورت مستقیم. کاری که ما نیاز داریم انجام بدیم اینه که ما در اندروید یا با روش اول یا با روش دوم برنامه رو دانلود کنیم و نصبش کنیم. من این نصب رو انجام دادم و چنین نمایی شما میبینید. وقتی بازش کنید دسترسی خاصی نیاز نداره، کار خاصی هم نیاز نداره، صرفا همینی که مشاهده میکنید. در قدم بعد من باید نسخه ویندوزی رو دانلود کنم و برم برای نصب سختی نداره. دابل کلیک میکنم، یس رو میزنم، میگه دسترسی میدی، میگم بله، نکست رو میزنم، نکست. به همین راحتی نصب انجام شد. از اونجایی که من نیازمند اینم که جلوتر مباحث USB دیباگینگ رو
اعمال کنم، بریم تنظیمات سمت اندروید رو هم داشته باشیم، بعد دوباره برمیگردیم. من میام بیرون، وارد منو میشم، در قسمت تنظیمات بگردم، تنظیمات رو پیدا کنم. در قسمت تنظیمات درباره تلفن شما باید بگردید به دنبال نسخه، ببینیم پیداش میکنیم، اطلاعات وضعیت، نسخه ساخته. روی موبایل‌های مختلف، اندرویدهای مختلف ممکنه که متفاوت باشه محل قرارگیریش. اطلاعات نرم افزار، شماره ساخت. ببینید ما نیازمند یک گزینه هستیم به نام گزینه برنامه نویسی یا گزینه های برنامه نویسی. این گزینه های برنامه نویسی در حالت عادی نمایش داده نمیشه و باید اونو فعالش کنیم. به چه شکل میتونیم اونو فعالش کنیم؟ داخل تنظیمات در بخش درباره تلفن، حالا بسته به نسخه اندروید و موبایلتون، باید بگردید دنبال چیزی به نام شماره ساخت و چندین بار روش کلیک کنید تا به شما بگی که شما برنامه نویس هستید، در حالت برنامه نویسی قرار دارید. از اینجایی که من قبلا بودم میگه که نیازی نیست، قبلا فعال شده. برمیگردم و گزینه های، اینجا مثلا نوشته گزینه های تهیه کننده، اینو بازش میکنم، یکم اسکرول میکنم میام پایین، یه گزینه داره به نام اشکال زدایی USB. این گزینه باید براتون فعال باشه. بهش USB دیباگینگ هم میگیم. وقتی فعالش کردید یک بار سوکت USB رو خارج کنید، دوباره فعال کنید. و این تنظیمات اولیه. قسمت تنظیمات دوم اینه که ما وارد این برنامه بشیم و گزینه اول رو فعال کنیم. خب گزینه اول فعال شد. حالا میایم سمت کلاینت ویندوزی. من دیگه حالا دسترسی دارم به این تنظیمات سمت اندرویدمو بهتون گفتم و با هم پیش بردیم. اینجا اوکی میکنم، میگه من درایورایی که نیاز دارم رو حذف کنم، مواردی که نیاز دارم و فینیش میکنم. الان میگه که کانکشن، میگی بله و کانکتد. خب عملیات کانکت با موفقیت صورت گرفت. بریم تستش کنیم. من این سمت VPN رو کامل قطع کنم، این VPN اینجا استاپ میزنم که مطمئن بشین، اینو میبندم، مجددا میام این سمت نیکوره یا از اینجا هم غیر فعالش میکنم. الان دیگه من عملا هیچ VPNی ندارم. در حالت ناشناس مرورگرم وارد میشم که هیچ افزونه‌ای مثل پروکسی هلپر و اینا تاثیر نذاره و چیکار میکنم؟ یه چیزی رو داخل یوتیوب مثلا سرچ میکنم دیگه. صرفا میخوام ببینم عملیات با موفقیت انجام شده یا نه. و بله همینطور که مشاهده میکنید من الان هیچ ابزاری ندارم ولی یوتیوب داره به خوبی برای من کار میده. دقت کنید، من یه چیز مشخصه دیگه ولی خب من بازم تاکید میکنم و یادآوری میکنم. الان من باید سمت موبایل اندرویدی VPN هم فعال باشه. ببینید من اینجا VPN هم فعاله، پس شما هم دقت به این نکته داشته باشین. من VPN هم در حال حاضر فعاله ها که میتونم استفاده کنم. با استفاده از این آموزش من اومدم VPN سمت موبایلم رو آوردم روی ویندوز و حالا میتونم به صورت یه تونل کلی ازش استفاده کنم. اینجا رو دقت کنید، من مرورگرم حالت ناشناس بود، هیچ VPN دیگه فعال نیست، هیچ کلاینت دیگه فعال نیست، هیچ افزونه‌ای ندارم و دارم یوتیوب رو مشاهده میکنم. پس از این نظرم مشکلی نیست. بذاریم ببینیم اگه بخوایم گوگل دیولوپ، بذار ببینیم مثلا این قسمت رو بیاریم، ببینیم آیا بدون چیز برامون بازش میکنه.
دقت کنید این باز کردن سایت دیولپر اندروید یا دانلود منابع مربوط به اندروید استودیو کاملا برمیگرده به موبایل اندرویدیتون که نه به فیلتر شکن موبایل اندرویدیتون. پس اگر حالا باز نشد به هر دلیلی، مشکل این روش نیست. VPN همینطور که میبینید الان فعال روی کل سیستم، اما ممکنه VPNی که در سمت اندروید دارید استفاده میکنید برای منابع اندرویدی مورد استفاده قرار نگیره یا مشکل داشته باشه. اما خب کلا اینجوری براتون بگیم، ما این سلسله آموزشات نسخه موبایلی آماده میکنیم به خاطر اینکه پیدا کردن یک VPN در سمت اندروید خیلی راحت تر از پیدا کردن VPN در سمت ویندوزه و حالا شما اگر یکم وقت بذارید و یه VPN خوب پیدا کنید خیلی راحت میتونید اشتراکش بذارید و استفاده کنید و میبینید که سایت دیولپر اندروید هم برای ما باز شد. حالا اینکه یکم کندی داره برمیگرده به VPN من. امیدوارم که این ویدیوی آموزشی براتون مفید واقع شده باشه. بذارید من بررسی کنم مشکل دیگه، مورد دیگه ای نمونده باشه. نه چیز دیگه ای نیست و اگر هم خواستید قطع کنید کافیه که دیسکانکت بشین، اگزیت بزنید، داخل این برنامه هم قطع کنید دیگه. الان ببینید دیگه من اگه برم دوباره داخل این قسمت و مثلا یه تب دیگه باز کنم چیزی برای من نمایش نمیده، در صورتی که من نت دارم من اینترنت دارم. مثلا ببینید من الان ترنسلیت رو میتونم باز کنم اما یوتیوب رو نمیتونم باز کنم. بازم ممنون بابت زمانی که برای مشاهده این ویدیو صرف کردید.